سلام عرض کردم خدمت جناب منور عزیز و سرکار خانم نازینا خانم. واقعا که خیلی مخلصم. ایشون کی هستن منور؟ قیافه نحسش به نظرم آشنا. بنده رو میفرمایید؟ بنده پرویزی هستم. باید آقا لطیف راجع به حقیر با شما صحبت کرده باشن. آقا لطیف؟ به آقا لطیف خودمونو میگه زیلی. بله. میشناسمش، همون آشپز بلنده. آشپز چیه؟ دیگه حالا رستوران دارن. بله همینطوره. لطیف رستوران که هیچی، زمین فوتبال هم اگه داشته باشه واسه مولی همون لطیف آشپزه. رفیقمه، از بچگی هر وقت میخواستیم از دیوار مردم بریم بالا اون قلاب میگیره. آخه خیلی نردبونه. در ضمن گفتم خدمتتون بگم فردا شب شام تشریف بیارید رستورانشون، خیلی خوش میگذره. اسمت چی بود؟ از کردم پرویزی. پرویزی؟ جانم. خیلی عزیزی. اصلا لذیذی. هم تو هم آقا لطیف. زیلی. بله. اگه بدونی من و این لطیف چه لقمه هایی واسه هم میگرفتیم، چلو کبابش مارک آدیداس لامرو. پس حالا لازمه که کار ایشونو راه بندازی. راه بندازم؟ هولش میدم، میدونمش. این گوشکوب رستم چیه دستت گرفتی پرویزی جان؟ این همونطور که ملاحظه میکنید ضربه. ضربه؟ من گفتم تقسیمه. کور که نیستم، میبینم ضربه زیر بغل تو چیکار میکنه. شاید ایشون هنرمندن. خیلی خوب تشخیص دادین. معلومه که هنرمندی، جون خیلی میخندی. نکنه اهل زد و بند؟ ای بابا این حرفا چیه آقای منور؟ من میخواستم اگه بشه شما از نفوذتون توی برنامه استفاده کنید و یه جوری صدای ضرب منو از توش پخش کنید. میگن پرویزی. بله. یه وقت آبروی ما رو نریز. حتما وقتی که آقا لطیف معرفیشون کردن کارشونو دیدن دیگه، یه کاری براشون بکن. اونش با من. ولی بگو ببینم پرویزی شغلت چیه؟ یعنی از کجا در میاری؟ چون از این گوشوب که چیزی در نمیاد. راستش من شکر فروش بودم، حالا میخوام ضربگیر بشم. اصلا دخلیم وار. بابا یکی نیست بگه چیز چه ربطی به شکر داری. تو ذوقشون نزن ملون، شاید تو این کار استعداد خداداد داشته باشن. شما که واقعا خیلی خانم خوبی هستی. حالا پارتیت شد 2 تا. جهنم بزن ببینم حالا. با اجازت. چی شد؟ وای خراب کرد. یه دفعه دیگه بزن. خوشتون اومد؟ ای خدا بگم چی کارت کنه لطیف آشپز که یه همچی لقمه ای واسه ما گرفتی. بسم اگه داری در خونه مردم رو میزنی. صدر احمد به بازار مزگرا. یعنی اینقدر بد بود؟ توی اون دنبک شکر بریزی بذاری سر میز بهتر از اینی که مغز و اعصاب و روان مردم رو سنباده بزنی. نکنه توش گربه مرده رفته این صدا رو میده. حالا شاید هول شدن جلوی تو. راست میگم آقای ملون، اگه بتونم استعدادم رو نشون بدم کاری میکنم تا آخر عمر شکرتون تأمین بشه. حالا یک کاریش بکنی. قربونه آقا. چقدر عالی میشه. اگه مولی نتونه همین یک کارم واسه آقا لطیف گربه پز بکنه که ول معطله. تشکر. شام از اون شکر از تو. میگم زیلی. بله. هیچ دقت کردی که این پرویزی جان شکر فروش لب شکری هم واقعا که خیلی خوشمزه. بخند شکر پاش، بخند شکر چی کر رسون. اول و وسط آخر ضربی ها خودتی. یادم باشی چند تا گونی شکر ازت بگیرم بدم زیلی بیریز سر عروس خواهرش هیزل. چقدر پانمک میشه. در ضمن اگه جشن عروسی و مراسمی هم داشته باشین میتونم بگم برادرزادم هم بیاد، من بزنم اون بخونه. خیلی خوش میگذره. جمع کن اون خنددو. چه
حال خوش بعدم هست. طرفو تو راه نمیدادن سراغ هتل اینترکونتینانتال. خودتو به زور به ضرب شکر داریم راه میدیم، تو داری تبلیغ برادرزادت هم میکنی. میشریرته. حالا مگه چطور میشه ملون؟ این همه دریوری تو این برنامه پخش میشه. یکیشم این، به خصوص که آقا لطیف دوست قدیمیتم پشتشونه. جیگونم قصه نخورید ملون جان، خودم میسازمت. شما فقط یه کاری کن، این ضرب ما با آواز این پسر پخش بشه، بقیهش با من. کاری میکنم تو حوض خونتون شربت بهلیمو درست کنی، بپری توش، خیلی خوش میگذره. میگم آقا لطیفم بیاد بپره تو حوض، واقعا که خیلی خوش میگذره. چی کنم که از بچگی مرده رفقام بودم. کوچیک شما اصلا رفیق پرست به دنیا اومدم. مخلص شما. اصلا من یادم با 7-8 تا رفقام با هم به دنیا اومدم. جونم به جون اون آقا لطیف بسته بود. اصلا میدونید چی آقای ملون؟ میدیم یه لوله کشی شربت سکنجبین تو خونتون بکنم. آخ نگو دهنم آب افتاد، دلم به داغ داغ. لوله کشی سکنجبین تو فامیل مثل بم صدا میکنه. حالا که همچین شد هم خودت بیا هم برادرزادت بیا. خیلی خوش میگذره. میگم پسر خالم بیژن فروتی هم بیاد تا یه 20 دقیقه برنامه و یه نواری پر کنیم. خیلی باحاله. چطوره؟ خیلی مزخرفه. 20 دقیقه ملون میگم برویزی نکنه مریضی. اگه فک و فامیل دیگه هم داری تعارف نکن، خبر کن بیا. بعدش هم 3-4 تایی دنبال همو بگیرین سر سرا سیروس جلو ماشینا زنب و تنبون بزنین، شاید یه چیزی گیرتون بیاد. پس حوض بهلیمو و شربت و شیرجه و این چیزا چه میشه؟ خیلی خوش میگذره. اون حوضم به درد زرگنده میخوره که توش شیرجه بزنی. با شما 4 تا. کیا ملون؟ همون لطیف بدآشپزه، همین پرویزی مویزی، هم برادرزادهش، هم به سرحال فلوتیش بیژن. واقعا که خیلی بد گذشت. واقعا که خیلی قربونم بری.